تاجیکستان بسیار مسائل تعلق به همین تاجرها دارد. این تاجرها امروز بسیارشون مسلمان خودشونو میگن، بسیارشون مسلمانن، میلیون ها کار میکنن، اما خیلی در جانب طاغوت ایستاده، طاغوت ها را نصرت میده. آگاه باشید که شما کمک کننده طاغوت شدید. اگر همین طاغوت ها به مبلغ بدید، نصرت بدید، کمک بکنید، گفتهایم را به جا بیارید، در روز قیامت همراه هم طاغوت ها میخیزید. الله میگه احشر الذین ظلموا و ازواجهم، حشر کنید، از قبر بیرون کنید همون ظالمان و طاغوتان و کافرها را و کمک کننده های اونها را. شما تاجرهایی که امروز میلیون ها پول میپردازید به خاطر اینکه این طاغوت ها به ضد مسلمان ها جنگ بکنند، میلیون ها مبلغ میپردازید به خاطر اینکه طاغوت ها مستحکم بشن، شما جوابگر هستید. این کارتون ثواب نیست؟ با اینا ثواب هم فکر میکنم ثواب نیست، این کارتون کفر است. زکاتشون بعضشون به همون طاغوت ها میتدی من زکات دادیشم. زکات شما زکات نیست. زکات شما باید به مسلمان، به فقیرها داده شد. از همین جهت شما نصرت دهنده طاغوت اگر باشید، دانید که از جمله امنها روز قیامت همراه امنها میخیز. احتیاط باشید تاجرها. بارک الله.